بهتون یاد بدم چطوری برق لب مورد علاقه خودتون رو درست کنید و اینقدر پول ندین. مواد لازم: یه دونه برق لب بی رنگ و یه پلت سایه که اونقدر استفادهش نمی‌کنید. این پلت سایه این رنگش و این رنگ شبیه هم میگن، پس من یکی از اینا رو میخوام استفاده کنم. این مدل عادیشه. حالا اینو در میارید، اونی که میخواید استفاده کنید و اینطوری میزنید روش، در واقع میتراشیدش، دوباره میکنید این تو، بعد اینطوری تکونش میدید، انقدر تکونش میدید تا کل اون لیپ گلاس این رنگو بگیره. یادتونه این بیرنگ بود. الان نگاه کنید برقیه. نگاه کنید چقدر خوشگل شد. حالا میخوام یکم رنگم بهش اضافه کنم. این صورتی رو میخوام بهش اضافه کنم. خیلی خوشگله. تو ببینش اینو. اینا من نفعه لیپ گلاس درست کردم. پس تا ویدیوی بعدی خدافظ.